اینجا تالار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دیوشتیچ است. عین حال ساکنان مراجعه میکنند. ساکنان عاید به بیشتر مسئله های زمین، خانه استقامتی مراجعه میکنند. ما را پیگیری نمایید، موضوع را ادامه میدهیم. اینا من علاقه امروز بگفت نداد. سه قام نداد. من خلاص بنی اپامش تا اکم سه بچه‌ش هر روز من پیش میکنم. من تا که کوچه بخوام من این شبش که کوچه بخوام رفتم. خانه رفتگیم نه 3 روز با 4 روز باز. فرزندان چند ساله؟ 19 به در آمد. من وای زن کردم در کار. به دادم قیم بدست. من 10 تا عریضه نوشتم. یگان تا همین عریضه من نمیدونم چیکار کنم. بچه ما خاندار کنم اپام نمرده. زلیخا اورونова ساکن ناحیه دیوشتیچ بوده کارش روبندگی است. الحال او به کمک حکومتداران ناحیه احتیاج دارد. زلیخا میخواهد صاحب زمین و یا خانه استقامتی گردد تا در کوچه نمانده فرزندش را خانه‌دار کند. وی روز شنبه سنه 21 اکتبر سال جاری در مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دیوشتیچ را گفت. زلیخا میگوید که 10 عریضه به طور خطی پیشنهاد کرده است اما یگان نتیجه نیست. برابر زلیخا دیگر ساکنان ناحیه دیوشتیچ وابسته به مسئله‌های تامین نمودن با قطعه زمین، منزل استقامتی به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دیوشتیچ مراجعت می‌کنند. 2021 شهربران گذشت 13 سال زندگانی کردم. پسکا زکسم همش های پسری اوگای بچه‌ام را وارد پیش کرد. یک تا تامرقه گرفتم. من 5 مای باز من بالاش داویده که کمتر 4 تا 5 سپیدار یاردم کردم. گفته 5 مای باز اون دوستم امروز یاردم میکنم پاک یاردم میکنم. گفته رئیس میبیام جماعت میفرستاند جماعت میفرستاند رئیس با گشت ایس رئیس میفرستاند همه خیلی کرده یاردم 5 مای باز اون روز من نه سیوی دارم خونه و یک دخترچم اینترنت به مکتب میخواند. من اینجا میدارد من این زنها من نور لازوده کرد همینجور کمیسی کرد پدرش نگاه میکرد 13 سال خودم خورانده پوشاندم داشت قبول نکرد. من خودم من پول گرفتم همین پدرش من خودم گور کردم. خانه هست اونجا با یکی قلف کرده با گفتی و ایشان کو پیچت کرده میگن یکی خانه هست. وای خانه‌ای که کرده هستن میتونم شما بهش هم دیدی بودید گیستید رشتی پختکتی خانه کرده رسمش هم هست میتونم رئیس فرزندشون همین فرزندشون باز فرزندشون گفتم رئیس همین مادری که ما هستن همونجا با دیگر خانه هم هست سه تا اولی میشنه نه سوال من همونجا با خانه هست دو تا خانه میشن برای ما از پیچت کردگی یکم چیزم پیچت کردگی؟ پیچت کی پیچت کرد؟ همین جماعت کردن نمیدونم که جماعت همین روز بیریتان پیچت بیک شوید در آن یکتش بزیده کنید فهم آمدیم فهمیدید حاضراست یک گروهی کاری هم که سند میگید در همه شما بیک شوید یکتشون به اینا شینم فرزندشون پیچه مانده میگم و هم شینم چی خود دارد به محکم کردن شادتی کنید دوامین 9 ماه آخر به شعبه عمومی نظارت و مراجعت‌های شهروندان دستگاه رئیس ناحیه دیوشتیچ نزدیک 2000 عدد مراجعت‌های خطی شخصان واقعی و حقوقی وارد گردید که این نسبت سال گذشته 315 عدد کم میباشد. از این رقم 27 عدد مراجعت‌های خطی قانع کرده شده، 295 عدد فهمانیده شد و 12 عددی آن رد گردید. حالا 389 عدد مراجعت‌ها در مرحله اجرایش قرار دارد. مدیر شعبه عمومی نظارت و مراجعت‌های شهروندان دستگاه رئیس ناحیه دیوشتیچ پیروجان رحمانوف گفت 50 عدد مراجعت‌های شفایی در مرحله اجرایش است. از شماره عمومی مراجعت‌های خطی 1886 عدد مراجعت‌ها عین حال 386 عدد 316 عدد عین حال در حالت اجرایش قرار دارد. در 9 ماه سال جاری از مراجعت‌های شخصان واقعی 27 عدد قانع کرده شده، 295 عدد فهمانده شده، 12 عدد رد طبق تابعیت 1163 عدد به تشکیلات کارخانه ها ارسال گردیده، 382 عدد مراجعت ها در مرحله اجرایش قرار دارد.
давоми 9 моҳи охир ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Деваштич вобаста ба масъалаҳои замин ва баҳси он, таъмин шудан ба оби нӯшокӣ ва полезӣ, соҳаи маориф ва фарҳанг, кӯмаки молиявӣ вобаста ба сохтмони марказҳои хизматрасонӣ ва ҷудо намудани қитъаи замин байин марказҳо, толори ҳусн, чойхона, марказҳои тиҷоратӣ, таъмин шудан бо ҷойи кор, таъмини манзили истиқоматӣ, гирифтани сертификати замин, иқтисод ва савдо, сафари ҳаҷ, вобаста ба масъалаҳои тандурустӣ ва барқ, бунёди боғи фарҳангӣ ва фароғатӣ, ташкили хоҷагии деҳқонӣ, таъмини роҳ ва оид ба нафақапулӣ сокинон муроҷиат намуданд. ин масъалаю мушкилиҳо дар толори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Деваштич баррасӣ гардида то қадре ҳалли худро ёфт, аммо то ҳол сокинони ноҳия мушкилиҳои зиёд дорад. пайгирии ин мавзӯъ ва ин мушкилиҳоро дар гузоришҳои навбатӣ инъикос хоҳем кард. гузориши Манзура Бахтиёрзода, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар аз ноҳияи Деваштич.